سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم و البته با ماشین گردشی داشته باشیم در مسیر رشت به کلاچای، یعنی از مرکز استان به شرق گیلان. این مسیر حدود 97 کیلومتر هستش و اصلی ترین راه دسترسی رشت به شرق استان گیلان حساب میشه. ما از میدان جانبازان رانندگی رو شروع و بعد از عبور از کوچه اصفهان، پلیسراه لولمان و خود شهر لولمان به کمربندی آستانه و پل سپیدرود میرسیم. بعد از کمربندی لاهیجان و عبور از لنگرود به شلمان و سپس به رودسر خواهیم رفت و در انتهای مسیر از کمربندی کلاچای به نقطه مورد نظر یعنی ورودی واجارگاه که پایان بنای ما هستش خواهیم رسید. سعی میکنیم این مسیر رو براتون تایم بندی کنیم تا راحت تر به مسیر مورد نظرتون دسترسی داشته باشید. در ضمن ولاگ تمامی شهرهایی که در راه ما وجود دارن هم قبلا در کانال قرار دادیم که براتون لینکشون رو در قسمت توضیحات این ویدیو قرار میدیم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.